أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 22 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 23 را از این کتاب تقدیم شما بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث والعشرون، یعنی درس 23. درس 23 به مثل درس های گذشته همچنین چند کلمه های نو برای حفظ کردن، برای از یاد کردن صاحب کتاب برایمان تقدیم میگرداند و این کلمه ها شروع می شود از مسجدون. مسجدون یعنی مسجد، جای سجدگاه یا عبادتخانه. مسجد به تاجیکی ما و شما همچنین مسجدش میگوییم. و جمع مسجد یعنی مسجد مفرد است، وقتی جمعش میکنه میشود مساجدو، یعنی مسجدها. مساجد صیغه منتهی الجموع هست و آخرش تنوین را قبول نمی کند. از این حساب میگوییم مساجدو، یعنی مسجدها. این جمع تکسیر است. بعد از این میگوید شقتون. شقتون یعنی خانه، به مثل بیتون خوانده بودیم، اما فرقیتش در این است که شقه خانه ای که در عماره باشد، در آشیانه های 1 و 2 و 3 و 4 مثلا در دام باشد، در بنا باشد، اون را عرب ها شقه میگویند. بیت یا منزل خانه هایی که در زمین است، ما و شما خانه های زمینی میگوییم، اون را بیت میگویند. یا بیت هر دویش را در بر میگیرد، اما منزل خاصی خانه های زمینی. به هر صورت شقتون به تاجیکی میشود خانه، جمعش میشود شققون، یعنی شقتون مفرد است، وقتی جمعش میکنیم میشود شققون. شققون یعنی خانه ها. بعد از این میگوید الیس. الیس عبارت از 2 کلمه هست، از همزه استفهامیه یعنی آیا، و از لیسه که از اخوات کانه بود، از همون لیسه یعنی آیا نیست. ترجمهش آیا نیست ترجمه کرده می شود. بعد از این میگوید عن. عن حرف جر است، معناهای زیاد دارد و مشهورترین معنایش از هست به زبان تاجیکی، ولیکن عن در زبان عربی به معناهای گوناگون می آید. بعد از این میگوید قریبون. قریبون با تاجیکی همچنین قریب یعنی نزدیک. بعد از این میگوید بعیدون. بعیدون یعنی دور. و باز میگوید قدیمون. قدیمون یعنی کهنه. قدیم یعنی کهنه. اکنون بعد از این 5 ضمایر متصل را میارد که این ضمایر از نویس چه معلوم است که اینها متصل هستند که در آخری اسم پیوست می شود یا در آخری فعل پیوست می شود. و این یکمش همین است که هم یعنی ویها. مثلا در اسم پیوست می شود، میگوی کتابهم یعنی کتاب ویها. در فعل پیوست می شود، مثلا ضربهم
یعنی زد ویها را اگر در اسم پیوست شود مضاف الیه می شود، یعنی کتابهم، کتاب مضاف، هم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه، مضاف الیه می شود در اسم پیوست شود. در فعل پیوست شود مفعول به می شود، به مثل ضربهم، یعنی زد ویها را. ضرب فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هو، هم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. پس اگر در اسم پیوست شد مضاف الیه می شود، در فعل پیوست شد مفعول به می شود. بعد از این میگوید هن، یعنی هم ویها مردها، هن باشد ویها زنها. همون مثال ها را باز تکرار کنید که کتابهم، کتابهن، کتاب ویها زنها، یا ضربهن، زد ویها زنها را. در اسم مضافش کردیم، مضاف الیه شد، در اسم پیوستش کردیم، در فعل پیوستش کردیم، مفعول به شد. بعد از این میگوید کم، کم یعنی شما، و مثلا کتابکم یعنی کتاب شما، اینجا در مضاف الیه شد. ضربکم، زد شما را، در اینجا مفعول به شد. این کم شما مردها می باشد. و بعد از این میگوید کنه، کنه یعنی شما زنها، کنه معنای شما زنها. پس در اسم پیوست کنیم کتاب کنه، کتاب شما زنها، مضاف الیه شد. ضرب کنه، زد و مرد شما زنها را، در اینجا در فعل پیوستش که کردیم شد مفعول به. بعد از این میگوید نه، نه یعنی که ما، به مثل کتابنا یعنی کتاب ما، در اینجا مضاف الیه شد، کتاب مضاف، نا مضاف الیه. و در ضربنا یعنی زد ما را، در اینجا نا وقتی در ضربه پیوستش کردیم مفعول به شد. پس این 5 تا را ضمایر متصل مجرور میگویند اگر در اسم پیوست شود، زیرا اینکه مضاف الیه مجرور است. و ضمایر متصل منصوب میگویند اگر در فعل پیوست شود، چی فعل ماضی باشد چی فعل مضارع. فعل ماضی را مثالش گفتیم، فعل های مضارعش یضربوهن، یضربوهم، یضربوهن، یضربوکم، یضربوکن، یضربوکن، یضربنا، یضربونا، یضربونا. پس اینها در اینجا همچنین مفعول به شدن، اما برای فعل مضارع. پس این ضمایر را در ذهنتون داشته باشید. این ضمایر ضمایر مجرور، متصل مجرور یا ضمایر متصل منصوبش میگویند. بعد از این میگوید بیتهم، اکنون همین ها را باز میارد. بیتهم خانه ویها، مضاف مضاف الیه در اسم پیوست شد. بیتهن خانه ویها زنها، مضاف مضاف الیه همچنین زیرا در اسم پیوست شد. بیتکم خانه شما مردها، همچنین مضاف مضاف الیه برای در اسم پیوست شد. بیتکن خانه شما زنها، این همچنین مضاف و مضاف الیه شد زیرا در اسم پیوست شد. بیتنا خانه ما، اینجا هم همچنین مضاف و مضاف الیه شد. بیت مضاف، نا یا ضمایر مجرور همشون در محل جر مضاف الیه می شوند. بعد از این میگوید سکنه، سکنه یعنی زندگی کرد. سکنه معنایش زندگی کرد، فعل ماضی است، یعنی زندگی کرد وی مرد. اگر زن رو بگویم میگیم سکنت، زندگی کرد وی زن. بعد از این در اینجا در داخل قوس حرف واو را آورده است. این واو دلالت بر آن میکند که سکنه را در فعل مضارع
حرف کاف رو دمه کن، بگو یس کنو. این واو دلالت بر همین میکند که عین باب در فعل مضارع مرفوع می باشد، مضموم می باشد. یعنی که یس کنو، سکنه یس کنو از باب یکم است، از باب نصر ینصرو از باب یکم است. سکنه زندگی کرد و مرد در زمان گذشته، یسکنو زندگی میکند و مرد در زمان آینده. سکنون زندگی کردن این مصدر است، سکنون زندگی کردن این مصدر است. این از باب یکم است. گفتیم سکنه یسکنو از باب نصره ینصرو است. از 22 باب صرفی از باب یکم از باب ثلاثی مجرد است. بعد از این میگوید نظره. نظره یعنی نگاه کرد، یا نظره را به معنای ترجمه کرد، به معنای معذرت میخوام به معنای تماشا کردن میگیریمش. نظره نگاه کرد یا نظره تماشا کرد. نظره این فعل ماضی است. اگر زن رو بگوییم میگیم نظرت، در آخرش یا ته ساکنه میاریم میشود نظرت، یعنی زندگی، یعنی نگاه کرد و زن یا تماشا کرد و زن. و این واو رو گفتیم که دلالت بر حرف ضاد رو در فعل مضارع، حرف ضا رو در فعل مضارع دمه بخوان میگوید. نظر ینظرو، ینظرو این اسم از باب چی است؟ از باب نصر ینصرو. نظر ینظرو، ینظرو یعنی نگاه میکند و مرد یا تماشا میکند و مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگیم میگیم تنظرو. نظرون نگاه کردن یا تماشا کردن. پس این نظر ینظرو همچنین از باب یکم است، یعنی از باب نصر ینصرو است، از باب یکم ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید رحله. رحله یعنی رحلت کرد، سفر کرد. همچنین رحله به معنای ترک کردن می باشد. رحله یعنی ترک کرد، رحله یا سفر کرد. رحله سفر کردن. اگر زن رو بگوییم میگیم رحلت، یعنی سفر کرد یا ترک کرد و زن در زمان گذشته. اکنون در اینجا واو کرده است، یعنی میگوید که رحله یرحلو بگو، اما رحله یرحلو نمی شود. این رحله یرحلو می شود. در جای این بهتر و خوبتر و افضلتر همین بود که الف می نویست. می گفت رحله، در جاش الف همی ماند. چطوری که حالا بنده گذاشتم این بهتر و خوبتر بود، زیرا که این الف دلالت میکند که ح را فتحه بکنید. رحله یرحلو در فعل ماضی هم در فعل مضارع هم ح عین باب فتحه باید بیستد. این طورش میکرد بهتر افضلتر بود، چطوری که بنده الفش کردم. یا به حال خودش میگذاریم که کسانی که کتاب را دارند، کسانی که کتاب را دارند پس اونها بفهمند که اینجا کار شده است. رحله این واو رو بهترش الف بکنید، زیرا که در حدیث هم می آید که یرحلو میگوید، یرحلو. پس رحله فعل ماضی است، سفر کرد یا ترک کرد. یرحلو سفر میکند یا ترک میکند و مرد در زمان آینده. اما یرحلو چطور گفتیم که غلط است و حتی در لغت هم پیدا کرده نتوانستم. چند کتاب لغت را جستجو کردم، رحل یرحلو پیدا کرده نتوانستم، نه در لسان العرب و نه در قاموس المحیط و نه در دیگر کتاب های لغت. به هر صورت چطوره که در حدیث آمدگی است رحل یرحلو، پس این واو را الف بکنید. کسانی که کتاب دارید بهتر و خوبتر است. پس در خوندن رحل یرحلو بخونید، بگویید که از باب سیوم است، از باب منع یمنعو. و شرط هم موافقت میکند. باب سیوم رو ما خونده بودیم که
عین باب یا که لام باب حرف حلق باشد. ببینید عین باب حرف حلق است، موافقت میکند. باب سیوم شرط داشت عین باب یا لام باب حرف حلق باشد، پس در اینجا حرف حلق است، پس می شود از باب سیوم بگوییم رحل یرحل. بعد از این مصدر رو میارد میگوید رحیلون. رحیلون یعنی سفر کردن یا ترک کردن. بعد از این صاحب کتاب برای ما و شما یک جدول میتید برای فهمیدن فعلهای در آخر فعلها بعضی چیزها پیوست میشوند. ببینید میگوید هم سکنو یعنی ویها زندگی کردند. سکنه تا سین کاف نون بود، 3 حرف بود، در آخرش یک واو رو همراه کردیم شد سکنو. این واو نامش واو ضمیری جمع مذکر است. این واو نامش واو ضمیری جمع مذکر است. و الفی که بعد از این میبینید سکنو، این الفی که نوشتگی است این در خواندن خوانده نمی شود و این را نامش الف فارقه است. فارقه یعنی چرا فرق کنم، چرا جدا بکنم، یعنی میگه فرق که این واو اصلی کلمه نیست، این واو ضمیری جمع مذکر است. از این حساب میگیم هم سکنو یعنی ویها زندگی کردن. مردها را از کجا گرفتیم؟ از همین واو. پس هم سکنو ویها زندگی کردن. هم مبتدا، سکنو جمله فعلی در محل رفع خبر می شود. سکنو سکنه فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصاله بواو الجماعه. واو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. پس در این سکنو فاعلش همین واو بوده است. پس الف را بگوید الفی فارقه لا محل له من الاعراب، یگان محل اعراب ندارد. پس این واو دلالت به ویها مردها میکرده. چطوری که هم ویها مردها میشود، پس انا همین واو به تنهایی هم لیکن این در آخر فعل پیوست میشود، معنایش میشود ویها مردها. بعد از این میگوید هن سکن یعنی ویها زنها زندگی کردند. هن ایرا ما و شما میشناسیم ویها زنها ضمیر غائب مؤنثه، ضمیر غائبه مؤنثه مفرد یا زن جمع. هن ویها زنها ضمیر غائبه جمع مؤنث یعنی ویها زنها. سکن در این جده تنون جدا جدا نوشتگی بود. وقتی که دو نون دو حرف همجنس بر آمدند، یکمش ساکن دویمش متحرک، نون را در نون ادغام کردن، یک نون نویستند و بالاش شده ماندن، شد سکن. اگر از جمع ذهب را بمون میگوی ذهب نه. اینجا هم خیلی سکن نون یکم ساکنه نه، اون نه جمعی مؤنث است. چطوری که هن ویها زنها انم یک نه خالی در آخر اسم پیوست می شود ویها زنها. هن سکن ویها زنها زندگی کردند. پس هن در محل رفع مبتدا، سکن جمله فعلی خبر. سکن جمله فعلی چی می شود؟ خبر می شود. سکن فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بنون المؤنثه بضمیر المؤنثه الى نون نسوهش میگن، لاتصال بضمیر نون نسوه یا بنون نسوه. پس سکن نون مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. سکن در اینجا هم فعل و هم فاعل است. چقدر در سکنو گفتیم واو فاعل است، در این سکن دویم نونش فاعل هست. دویم نون فاعل سکنه هست. بعد از این میگه انتم سکنتم یعنی شما مردها زندگی کردید. انتم شما مردها ضمیر منفصل مرفوع، انتم در محل رفع مبتدا. سکنتم فعل ماضی مبنی علی السکون. سکنتم زندگی کردید شما مردها. شما مردها را ما از کجا گرفتیم؟ از همین کلمه توم. همین کلمه توم
معنا شد شما مردها. ببینید سکنه سین و کاف و نون فعل تغییر نیافته است. در یکمش سکنو سین و کاف و نون هست یا واو همراه کردیم. در دیمش سکن سین و کاف یا نون هست اما نون جمع مؤنث همراه کردیم. سکنتم سین و کاف و نون هست یا تم رو همراه کردیم. پس همین آخراش در ضمیرایی که پیوست شده است معنای فعل رو تغییر داده ایستاده است. سکنتم یعنی زندگی کرده شما مردها. پس سکنه فعل ماضی مبنی علی سکون، تم ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع فاعل میگه. پس سکنتم فعل و فاعل است. اینجا همچنین انتم مبتدا، سکنتم جمله فعلیه در محل رفع فاعل، در محل رفع خبر. بعد از این میگه انتن سکنتن، شما زنها زندگی کردید. ببینید انتن شما زنها، سکن سین و کاف و نون، سکن تن زندگی کردید شما زنها. شما زنها را ما از کجا گرفتیم؟ از همین کلمه تن، از تن. این تن ضمیر است. تن یعنی شما زنها، لیکن ضمیر متصل است در آخر فعل پیوست می شود. سکنتن. پس میگوید که سکنه فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بضمیر رفع المتحرک. تن میگوید ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. پس سکنتن فعل و فاعل است، یعنی که فعل با فاعلش یک جا است. انتن مبتدا در محل رفع، سکنتن جمله فعلی خبر در محل رفع. بعد از این میگوید نحن سکننا، یعنی ما زندگی کردیم. نحن سکننا یعنی که ما زندگی کردیم. نحن در محل رفع مبتدا، سکننا اینجا نون شده نمونده است. این نون باید شده داشته باشد. چرا؟ زیرا اینکه این نون اینجا دو تنون، اینجا یه نون است. اینجا چند نون است؟ دو تنون است. باید این طور باشد. سکن، لیکن سکن یا نون از سین و کاف و نون از این فعل سکنه، و یک نون دیگه اینا، این ضمیری که گفتیم ضمیر رفع متحرک می شود کو سکننا. پس این چی است؟ این فاعل، این نون دیمش است. اینجا باید نون شده داشته باشه، چطوری که شده گردوندیم. پس میگه سکننا یعنی زندگی کردیم ما. سکنه فعل ماضی، سکنه فعل ماضی و سکننا فعل ماضی مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. نا میگوید ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نحن سکننا ما زندگی کردیم. در اینجا چی شد؟ در اینجا فاعل شد. در اینجا نا فاعل شد. پس نحن فی محل رفع مبتدا، سکننا جمله فعلی در محل رفع خبر. پس این هست مثال ها. یعنی این را برای چی آورد در درون قوس؟ به خاطر اینکه این واو نون رو، این واو و الف رو اهمیت بدید. ویها مردها گفتنی باشه در آخر فعل این طور نوشته می شود. یا نون خالی برای ویها زنها می شود. توم برای شما مردها می شود. تنه برای شما زنها می شود. نا برای ما مردها می شود یا زنها، ما وقتی جمع باشیم. بعد از این میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 23. حوار و گفتگوی درس 23. در این درس 23 صاحب کتاب همچنین از کلمه های نوی که حالا خواندیم و کلمه هایی که در گذشته خوانده بودیم از اونها برای ما و شما یک گفتگوی حوار آماده کرده است. میگوید بیتهم قریب من المسجدی، یعنی خانه ویها نزدیک است در مسجد. نزدیک است در مسجد. این من در اینجا به معنای فی می شود. خانه ویها نزدیک است در مسجد، یعنی نزدیک است برای مسجد خیلی دیده. اگر منی ترجمه به معنای فی نکنیم، به معنای من بکنیم، می شود مسجد نزدیک است از، معذرت میخوام، بیتهم خانه ویها
نزدیک است از مسجد دیده، یعنی مسجد دورتر است و خانه‌شو نزدیکتر است. اگر بگیم بیتهم قریب من المسجد، من رو به معنای فی بگیم، جایزه در زبان عربی فی بگیم، پس می شود خانه وی ها نزدیک است در مسجد، یعنی در مسجد خیلی نزدیک است. هر دی معنی را بکنه می شود به معنای من بگیریم اگر خانه وی ها نزدیک است از مسجد دیده، یعنی مسجد دورتر است و خانه شو نزدیکتر است. بعد از این میگوید بیتنا بعید عن المسجدی، یعنی خانه ما دور است از مسجد دیده. عن، همچنین عن به معنای از، خانه ما دور است از مسجد دیده. بعد از این میگوید این تسکنو، یعنی در کجا زندگی میکنی تو؟ این تسکنو، در کجا زندگی میکنی تو یک مرد؟ در جواب میگوید اسکنو فی بیت قدیم قرب المسجدی، میگوید زندگی میکنم در خانه کهنه نزدیکی مسجد ده. دقت دادید؟ اسکنو زندگی میکنم فی بیت در خانه نکره است، خانه قدیم، خانه کهنه، قرب المسجدی در نزدیکی مسجد. ابی یسکنو فی شقة جدیدة، یعنی پدر من زندگی میکند در خانه نو، پدر من زندگی میکند در خانه نو. شقتین منعوت است، جدیدتین نعت. در اینجا همچنین بیتین منعوت است، قدیمی نعت است، یعنی صفت. بعد از این میگوید که هؤلاء الرجال سکنوا فی المدینه، یعنی ویها مردها یا اینها مردها، هؤلاء اینها جمع هذا است، اینها مردها زندگی کردند، این واو ویها مردها یعنی ضمیر، زندگی کردند فی المدینه در شهر، یعنی اینها مردها زندگی کردند در شهر. بعد از این میگوید آباؤنا سکنوا فی القریة و امهاتنا سکن ایضا فی القریة، میگوید که پدران ما زندگی کردند در دهه و مادران ما زندگی کردند همچنین یا نیز زندگی کردند نیز در دهه. دقت دادید؟ آباؤنا مبتدا، سکنو نون ضمیر جمع، پدران ما زندگی کردند این واو زندگی کردند فی القریة و امهاتنا سکن، در جای نون دیومش جمع مؤنث است، زندگی کردن ویها زنها، یعنی زندگی کردن مادرها جمع مؤنث، ایضا همچنین نیز فی القریة در دهه. بعد از این میگوید این ابوکم الان، یعنی در کجاست پدر شما حال حاضر؟ در کجاست پدر شما حالا؟ میشد این طور هم ترجمهش کنیم، حال حاضر یا که حالا، الان. بعد از این میگوید هو الان فی المسجدی، میگوید وی حال حاضر در مسجد است. هو الان فی المسجدی یعنی وی حال حاضر در مسجد است. هو مبتدا، الان ظرف است، فی المسجد جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری هو، خبری مبتدا. بعد از این میگوید الی این تنظروا من النافذه، یعنی که الی این تنظروا، به کجا نگاه میکنی یا به کجا تماشا میکنی یا به سوی کجا تماشا میکنی یا چی را تماشا میکنی؟ الی این به سوی کجا، این از مکان بود، یعنی کدام مکان را تنظروا نگاه میکنی، من النافذه از تریزه، یعنی به سوی کجا نگاه میکنی از تریزه. بعد از این میگوید انظروا الی بستاننا، یعنی نگاه میکنم به سوی باغمان. الی بستاننا، نا در محل جر مضاف الیه شد. انظروا الی بستاننا، نگاه میکنم به طرفی به سوی
باغمان. بعد از این میگوید هؤلاء التلمیذات خرجن من المدرسة فركبن السيارة ورجعن الى بیوتهن. الى بیوتهن که اگه اینجا غلط است، الى بیوتهن یعنی به طرف خانه هایشان. به طرف چی؟ به طرف خانه هایشان. پس در اینجا باید چی باشد؟ باید کسره باشد. الى بیوتهن یعنی به طرف خانه هایشان، به طرف خانه هایشان بازگشتن. این طور است. خب میگوید که هؤلاء تلمیذات یعنی این شاگرد دخترها، هؤلاء برای مرد زن است کتاب دیم، هؤلاء برای مرد زن است. پس میگوید این شاگرد دخترها خرجن برآمدن. این نونی که در آخرش میبینید این جمع مؤنث است. سکن گفته بودیم که دو نون است، دویم نونش نون جمع مؤنث است، این همون نون است. خرجن یعنی برآمدن زنها یعنی شاگردها، شاگرد دخترها، من المدرسه از مدرسه، از مکتب، فرکبن السیارة پس سوار شدند همون طالب دخترها از سیارة ماشین را، و رجعن و بازگشتند همون طالب دخترها الی بیوتهن به سوی خانه هایشان. الی بیوتهن یعنی به سوی خانه هایشان. دقت دادید؟ پس در اینجا رجعن این نون فاعل است، جمع مؤنث است، یعنی همون طالب دخترها از همین نون فهمیدیم. فرکبن این نون همچنین نون جمع مؤنث است، جمع مؤنثی غائب. و خرجن این نون همچنین برای جمع مؤنث است. این نون ها را دقت بدید. اما بیوتهن، هن در اینجا در محل جر مضاف الیه است، مضاف الیه است. این هر کسره میتیم در حالتی که ما قبلش کسره باشد. اگر بیوتهن تو باشد هن میگیم، کسره که شد ما قبل هن ما کسرش میتیم. بیوتهن، بیوتهن این در زبان عربی ثقیل است. از این حساب عرب بعد هن را ضمیر حرف ها را کسره دادگی هستند. این را دقت بدید. بعد از این میگوید که مسجد القریه قدیم و مسجد المدینه جدید، یعنی مسجد دیه کهنه است و مسجد شهر نو است. مسجد القریه مسجد مبتدا مضاف، القریه مضاف الیه، قدیمون خبر. مسجد مبتدا شد، قدیمون خبرش می شود. و مسجد باز مبتدا مضاف، المدینه مضاف الیه، جدیدون در اینجا چی می شود؟ در اینجا خبر می شود. مسجد القریه قدیم و مسجد المدینه جدیدون، یعنی مسجد دیه کهنه است و مسجد شهر نو است. بعد از این میگه این تسکن الان، یعنی در کجا زندگی میکنی حال حاضر یا در کجا زندگی میکنی حالا؟ میگه انا اسکنو فی شقه اخی، یعنی من زندگی میکنم در خانه برادرم. فی شقه اخی در خانه برادرم، اخی یا متکلم. بعد از این میگوید الیس الباب مفتوحا، الیس الباب مفتوحا، همزه استفهامی است، یعنی آیا در کشادن نیست؟ این لیس را در آخر ترجمه میکنیم. آیا در کشادن نیست؟ اگر که ما تحت لفظی ترجمه کنیم آیا نیست در کشاده، با توجه که ناخوب است، بهترش بگویم آیا در کشادن نیست. لیس را در آخر ترجمه میکنیم. پس همزه استفهامی است. لیس فعل ماضی ناقص از اخوات کان است. البابو اسم لیس است، اسم لیس مرفوع میشه. چطور میبینید که البابو. مفتوحا خبر لیس است، خبر لیس منصوب میشود. مفتوحا چطوری که دیده ایستادید. پس لیس اسم و خبر میگیرد. البابو اسم لیس است، مفتوحا خبری لیس است. بعد از این میگه الیست النافذه مقفلة، یعنی آیا تریزه محکم نیست؟
آیا تریزه محکم نیست؟ همزه استفهام لیسه فعل ماضی ناقص از اخوات کانه. این تی همون لیست ت ساکنه مؤنث بود که همون است. این حرکتی تی حرکتی عارضه است، حرکتی اصلی نیست. به سبب این نون هم ساکن که بود برام خودی را کسره دادیم. الیستین نافذتو، نافذتو اسم لیست است، مقفلتن خبری لیست است، از همین حساب منصوب است. مقفلتن به مثل مغلقتن هست، ترجمه هر دوش یک است. مقفلتن اسم مفعول است، اقفل یقفل مقفل یعنی بسته شده، یا مغلق گفته بودیم اغلق یغلق، مغلق اسم مفعول است یعنی بسته شده. هر دوش به تاجیکی بسته شده محکم می شود، مغلق یا که مقفل، هر دوش ترجمهش یک است. بعد از این میگه الست مدرسن، یعنی آیا تو مدرس نیستی، آیا تو معلم نیستی. همزه استفهام لسته از لیس از لس از اخوات لس اصلش لیسه است، یا به سبب التقاء ساکنین حذف شدگی است، اصلش لیسه بود یا حذف شدگی است. این یا که حالا میبینید این یا در اینجا حذف شد. چرا؟ زیرا که سین ساکن شد به سبب التقاء ساکنین. این سین از حرکت دارد، برای خاطر میگیم لیسه. سین ساکن شود یا را حذف میکنیم میشه لس، لسته همون لیسه است. السته آیا نستی تو؟ لس لیسه از اخواتی کانس افعال ناقصه. این تا ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع اسم لیسه می شود. این همین تای خالی ضمیر است. این چی است؟ اسم لیسه. مدرسن خبر لیسه می شود. پس می شود الست مدرسن، آیا تو استاد نیستی؟ میگوید الیس المسجد قریبا، آیا مسجد نزدیک نیست؟ لیسه را در آخر گفتیم ترجمه میکنیم. آیا مسجد قریب نیست؟ آیا مسجد نزدیک نیست؟ لیسه المسجد خبری لیسه، قریبا المسجد اسم لیسه، قریبا خبری لیسه منصوب. اسم لیسه مرفوع می شود، المسجد خبرش منصوب می شود قریبا. بعد از این میگه اخی الکبیر سکن فی المدینه ثم رحل منها الى القرية وهو الآن في القرية وبيته قرب المسجد. یعنی چی؟ یعنی میگوید که برادر بزرگ من، اینجا را بهتر و خوبتر است که ما یا را بهتر نه در زبان عربی همین طور است، یا را حرکت فتحه میتیم میگیم اخیل. دقت دادید؟ اخیل به خاطر چی؟ به خاطر که یا ساکن و این لام ساکن التقای ساکنین می شود. در التقای ساکنین ما باید خلاص بشویم از التقای ساکنین. در زبان عربی دو حرف بر ساکن نمی آید، از این حساب این را فتحه میتیم، پس می شود اخیل. اخیل کبیرو، کبیرو صفت اخ می شود. اخی مبتدا است در محل رفع، یا مبتدا است علامت رفعش ضمه مقدره است به سبب اشتغال محل به حرکت المناسبه به یا حرکت مناسبه خیر کسره داده هستیم. اخ مضاف مضاف الیه مبتدا است. الکبیر صفت اخ است. اخی الکبیر سکن فی المدینه، یعنی برادر بزرگ من زندگی کرد در شهر. فی المدینه نه در شهر. سکنه را فاعلش چیه؟ در تحتش ضمیری هو است. هو یعنی وی برمیگردد به اخ. ثم رحل منها، پس سفر کرد از آنجا. منها یعنی من المدینه، این ضمیر برمیگردد به مدینه یعنی من المدینه. ثم رحل سفر کرد، منها یعنی از مدینه. رحل به معنای ترکه هم گفته می شود اگر متعدی باشد. اینجا لازم است به معنای سفر کرد میگیم. اگر در اینجا میشید که ثم رحلها یعنی ثم ترکها، میگفتیم ترک کرد مدینه رو. اما در اینجا رحله فعل لازم است، مفعول به ندارد، از این حساب میگیم رحله به معنای سفر کرد. ثم رحل منها، پس سفر کرد از مدینه. از مدینه سفر کرد.
الى القریتی، با کجا سفر کرد؟ الى القریتی، با سوی دیها. و هو الان، یعنی و همون حال حاضر، همون یعنی برادرش گفته سعی، و همون حال حاضر فی القریتی، یعنی در قشلاق است، در قریه است، در دیها. و بیته، میگه خانه وی قرب المسجدی، در نزدیکی مسجد است، و خانه وی در قریبی مسجد است. دقت دادید؟ یه بار دیگر میخونم. اخی الکبیر سکن فی المدینه ثم رحل منها الى القریه و هو الان فی القریه و بیته قرب المسجد. یعنی برادر بزرگم زندگی کرد در شهر، زندگی کرد در زمان گذشته، زندگی کرد در شهر، بعد سفر کرد از وی یعنی از شهر به سوی دیها، و او حال حاضر در دیها است و خانهش نزدیکی مسجد است. و بیته مبتدا قرب المسجدی ظرف در محل رفع متعلقش، در محل رفع متعلقش یعنی کائنون خبر، مبتدا و خبر. بیته قرب المسجدی، خانه وی نزدیکی مسجد است. پس این هست حوار درس 23 و درس 23 را در اینجا به پایان میرسانم و تا آینده یکایک، تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.